کسانی که مشمول سربازی هستن توی چند تا دسته کلی قرار میگیرن. یا مشمول سربازی در حین تحصیل، یعنی معافیت تحصیلی داره، یا در فرجه بعد از فارغ التحصیلیه، یعنی تو اون بازه 1 ساله بعد از مدرک گرفتن اخراج شدن یا انصراف دادنه، یا اینکه کلا یه نفر مشمول غایبه. حالا هر 3 تا دسته میخواد بره دستچک بگیره، میره توی بانکی میگه آقا سلام من دستچک میخوام. اون بانک اولین شرط خارج از اینکه طرف مشموله یا مشمول نیست، اولین شرطی که از این آدم میخواد چیه؟ میگه آقا مدارک شغلی تجاری تو به من بده. تو دستچک رو واسه چی میخوای؟ داری چه کار تجاری انجام میدی؟ چه شغلی داری؟ گردش حسابت چقدره؟ اصلا واسه چی چک میخوای؟ این میشه قدم اول. اینو طرف توی هر حالتی مشمول و غیر مشمول باید اثبات بکنه. و اینا دستچک دادن، مخصوصا چکای صیادی جدید، اینطوری نیست که هر کسی رفت بانک بگن آقا بیارید دستچک. اون طرف اگر گردش مالی و تجاری نداشته باشه چطوری میخواد چکایی که میکشه رو پاس کنه؟ خب بانک که نمیاد واسه خودش و واسه مردم دردسر درست کنه. 5 شرط اول باید طی بشه. شرط دوم، کد ملی اون شخص رو توی سامانه میزنن. 99% بانک‌های دولتی به مشمولین غایب دست چک نمیدن، به مشمولین غیر غایب هم نمیدن. یعنی به طرف میگن آقا اشتغال به تحصیل تو واسه ما بیار، اگر اشتغال به تحصیل نیاری به دست چک نمیدیم. بانک‌های خصوصی فضای بازتر و آزادتری دارن، ولی من خودم تا حالا ندیدم مشمول غایبی بدون دست چک بگیره، یا حداقل با سیستم هوشمندسازی خدمات دولتی که الان اتفاق افتاده توی 2 سال اخیر دیگه بعید میدونم بانک‌های خصوصی زیر بار این ریسک برن و به کسی که سرباز غایب یا فراریه بیان دست چک بدن. حالا به هر نحوی این شخص دست چکش رو بگیره، مشمول غایب یا فراری هم هست، چکش هم برگشت میخوره. اگر کسی بره ازش شکایت بکنه اطلاعاتش میاد بالا، هم موضوع ابلاغیه سربازی پیش میاد، هم احکام قانونی خود چک برگشتی. اون یه ماجرا داره، این یه ماجرا، یعنی قانون اینا رو با هم دیگه قاطی نمیکنه. اگر کسی وسط سربازی دست چکی داره و چکش برگشت میخوره، میگیرنش میندازنش زندان، میشه سرباز فراری، یعنی سربازیش میمونه کلا میره. از این برم انداختن زندان. هر وقت زندان در اومد به عنوان یه سرباز فراری میره ادامه خدمتش رو انجام میده. حالا اگر شما هم به عنوان کسی که مشموله توی هر کدوم از اینا میخواد بره توی وادی چک و چک کشیدن و قوانین درستش رو نمیدونه، با ما تماس بگیره تا بر اساس آخرین قوانین دقیق و جامع راهنماییتون